حتما این وسیله رو باید داشته باشید. خیلی نیاز پیدا میکنید. آقا این وسیله که میخوام بهتون معرفی کنم یه چیزیه که بچه‌هایی که کمپر دارن و توی سفر هستن یا کسانی که با موتور سفر میکنن حتما این وسیله رو باید داشته باشید. خیلی نیاز پیدا میکنید. این جامپ استارت. جامپ استارت کارش چیه؟ جامپ استارت وقتی که ماشین باتریش خوابیده که بسیارم پیش میاد، حالا شب تا صبح بخوری وقتی دیگه روشن باشه یا یه جایی هستید که باتری خوابیده توی طبیعت و یه صبح نمیشه ماشین جایی هست که نمیشه هولش بدن، موبایل آنت میره که زنگ بزنید امداد بیاد. این جامپ استارت میتونه، البته این مدلی که من خریدم قوی ترش هم هست، میتونه تا 8 بار استارت بزنه ماشین. پمپ بادم داره، این خیلی خوبه، یعنی هم پمپ باد میتونه وصلش بشه، هم چراغ قوه داره و هم خودش USB هم داره که موبایل که من رفتم می‌خواستم بگیرم چون خیلی گرفتار شدم. بیاری جای ماشینم استارت نخورد.